در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره. جبهه حسینی خودش رو معرفی کرده. امام حسین علیه السلام در همین سفر کربلا در چند جا مشخص کرده که حرفش چیست، هدفش چیست. فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رأى سلطانا جائرا. مسئله ظلمه، مسئله جوره. مستحلا لحرمات الله ناکسا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. مسئله اینه. این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه. نقطه مقابلش هم جبهه جور، جبهه ظلم، جبهه شکستن عهد الهی است. امروز شما در دنیا این رو میبینید. قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت. در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم. حرب لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جور دیگه است. ولی هست در دوران تبلیغات به وسیله شعر و قصیده و حدیث و بیان کلمات یه جوره، در دوران اینترنت و کوانتوم و امثال اینا یه جوره. ولی هست در دوران دانشجو بودن انسان یه جوره، در دوران مدیر شدن و مسئول شدن یه جور دیگه است. در همه احوال هست. حرب لمن حاربکم نباید فراموش